افلاطون. من مختصری راجع به زندگی شخصیش بهتون میگم، بعد میرم سراغ اصل مطلب. او در یک خانواده ثروتمند به دنیا اومد و با حکومت دموکراسی از همون اول مشکل داشت، مخصوصا زمانی که حکم به قتل سقراط استادش میدن این خصومت خیلی بیشتر شد، چون معتقد بودش که حکومت عامه مردم بیهوده و بی‌ثمره و افراد عاقل و متفکر باید بر مردم حکومت کنن. داستان جالبی که در رابطه با زندگیش هست اینه که به سیسیل سفر میکنه، با حاکم سیسیل رابطه دوستانه‌ای برقرار میکنه، اما چون زبان تند و تیزی داشته حاکم سیسیل از دستش خیلی عصبانی میشه و به عنوان برده اون رو میذاره برای فروش. اما از خوششانسی افلاطون، یک ایرانی که میگن خیلی هم متفکر بوده و فرهیخته بوده، اون رو خریداری میکنه و میگن افلاطون خیلی از اون ایرانی آموخته. خب اون ایرانی آزادش میکنه و افلاطون به آتن برمیگرده. به محض برگشتنش به آتن آکادمی رو تأسیس میکنه. هدفش از تأسیس آکادمی تربیت افرادی بوده برای حکومت بر مردم، ولی خب درس‌های دیگه‌ای مثل ریاضیات، حساب، هندسه، موسیقی، نجوم، همه اینها در این آکادمی تدریس می‌شده. به خاطر همین میتونیم بگیم که اولین دانشگاه جهان بوده. خوشبختانه تمام کتاب‌ها و رسالات افلاطون در دسترس هست و ترجمه‌های خوبی ازش شده که ما به ترتیب در رابطه با چند تاشون صحبت میکنیم. اولی رساله‌ای که راجبش حرف میزنیم رساله تتتوس هست، رساله‌ای درباره معرفت. افلاطون شیوه استاد خودش رو برای رسیدن به تعریف مفاهیم پیش میگیره، یعنی شیوه مکالمه و گفتگو. توی این رساله دو نفر، یکی سقراط و دیگری تتتوس، وارد مکالمه میشن. سقراط از تتتوس میپرسه که معرفت یعنی چی؟ تتتوس در جواب میگه معرفت یعنی حساب، هندسه، ریاضی، نجوم. بعد سقراط میگه نگفتم معرفت درباره چیه، دارم میگم معرفت یعنی چی. جوابی که تتتوس میده اینه که معرفت همون ادراک حسیه. خب اینجا سقراط شروع میکنه به ایراد گرفتن به این تعریفی که تتتوس ارائه داده. میگه اولا که معرفت باید به امور ثابت و پایدار در تمام موقعیت‌ها تعلق بگیره. اون چیزی که ما از طریق حواسمون درک میکنیم مدام در حال تغییر و شدن هست. اینجا اشاره میکنه به نظر هراکلیتوس. یادتونه هراکلیتوس میگفت هر آن چیزی که در جهان وجود داره و ما از طریق حواسمون، بینایی، چشایی، دیداری داریم درک میکنیم مدام در حال تغییره و اون جمله معروف رو گفت، این که هیچگاه نمیتوان در یک رودخانه دو بار پا نهاد. این ایراد اول. ایراد دوم اینه که اگر معرفت ادراک حسی باشه هیچ وقت انسانی عاقل‌تر از انسان دیگه نیست. اینجا اشاره میکنه به نظریه سوفسطایی ها که میگفتن انسان مقیاس همه چیزه. خب در اون صورت هر کسی هر چیزی رو که با حواسش درک کرده برای خودش معتبره و میگه که درسته دیگه. حالا ممکنه برای دیگران اون مسائل معتبر نباشه، ولی همین که برای خود طرف معتبره کافیه. در صورتی که این مشکل داره، این رو هم بذاریم کنار. میگیم که ادراک حسی به تنهایی خودش به دانش منجر نمیشه. ادراک حسی از طریق تفکر و تعقله که برای ما یک شناختی رو به وجود میاره. بعد یه ایراد دیگه میگیره، اینکه خیلی مسائل هم هستن که ما بهشون شناخت پیدا میکنیم
اما نه از طریق ادراک حسی. مثلا مسائل ریاضی، هندسه، حساب، هیچ کدوم از طریق ادراک حسی برای ما شناخت به وجود نمیارم. از طریق تفکر و تعقل هستش که ما اونها رو درک میکنیم. خب سقراط این ایرادات رو میگیره. توی ویدئوهای بعدی میگیم که با وجود تمام این ایرادات تعریف بعدی که تتتوس از معرفت ارائه میده چیه؟